با گذشت بیش از یک سال از سقوط کابل با دست طالبان، بار نخست احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در دوشنبه درباره وضع و راه‌های حل مشکلات کشورش صحبت کرد. او در پایان نشست بین المللی گفتگوهای امنیتی هرات که در پایتخت گذشت، از آن نگرانی نمود که در طول بیشتر از یک سال سقوط کابل، منطقه و دنیا در برابر طالبان جز محکوم کردن کاری نکردند که به نظر او چنین عمل نمیتواند طالبان را تغییر دهد. اگرچه در ماه‌های اخیر تلاش‌های منطقه‌ای و جهانی در فرمت‌های مختلف به خاطر اجماع و هماهنگی بیشتر برای حل بحران افغانستان شکل گرفته که ما از او استقبال می‌کنیم، اما باورمند هستیم که هماهنگی بیشتر و تداوم چنان تلاش‌های نیاز است به رسیدن به یک اجماع کلان برای حل مشکل افغانستان. رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان از حکومت طالبان انتقاد کرد که دست به کشتار و خشونت میزنند. طالبان بارها ادعاها درباره قتل و کشتار را بی‌اساس خواندند. برنامه و تماس جدای کشورهای منطقه و جهان به حل و برای پیدا کردن یک راه حل تکتیکی امنیتی نه تنها راهگشا برای حل مشکل افغانستان و آوردن صلح و ثبات در افغانستان و در منطقه و جهان نیست، بلکه در دراز مدت خطر تقابل منافع و تداوم جنگ و نارامی را در افغانستان بیشتر می‌سازد. این دهمین نشست گفتگوهای امنیتی هرات است که تا به سر قدرت آمدن طالبان قبلا در خود افغانستان می‌گذشت. هیئت طالبان به نشست دعوت شدند ولی حضور نداشتند. قبلا خبرهای غیررسمی درباره سفر احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان به دوشنبه رسانه‌ای شده بود، اما این بار اول است که رسما در چهاربینی شرکت و از حضورش در دوشنبه خبر می‌دهد.